آخرین اعدام. روس الیس. تقریباً 70 سال پیش روس الیس آخرین زنی بود که در بریتانیا اعدام شد. اسمش مثل بمب تو رسانه‌ها ترکید. همه مردم طوری در مورد اخبار پروندهش حرف می‌زدن که انگار یه واقعه تاریخیه. یه شخص مهم و تاثیرگذاره. یک تغییره. آیا واقعاً اینطور بود؟ روزنامه‌ها در موردش اینطوری می‌نوشتن: آرامش روز یکشنبه با 6 شلیک از 7 تیر در هم شکسته شد و یک زن بلوند زیبا کنار دیوار ایستاده بود. در دستهاش اسلحه دیده می‌شد. روس هورنبی در تاریخ 9 اکتبر سال 1926 در شهر ساحلی رایل در ولز به دنیا اومد. رایل شهر کوچیکی بود و اکثر ساکنینش از طبقه کارگر بودند. خانواده روس هم وضعیت مالی چندان خوبی نداشتن و با این وجود 6 تا بچه به دنیا آوردن که روس پنجمی بود. اسم مادر خانواده برتا گوالس بود، یه پناهنده بلژیکی که در طول اشغال آلمان در جنگ جهانی اول از کشور خودش فرار کرده بود. پدر خانواده هم آرتور هورنبی ویولنسول می‌نواخت و از طریق نوازندگی در ارکسترهای کشتی‌های تفریحی خرج خانواده‌اش رو در می‌آورد. چون مکان کارش در کشتی بود و کشتی هم هیچ وقت در یه مکان ثابتی لنگر نمی‌گرفت، آرتور سالها در سفر بود و زمان کمی رو با خانواده‌اش می‌گذروند. در همین حین که پدر خانواده دور بود، بچه‌ها هم توسط مادرشون در یک خانواده سنتی و به شدت سختگیر کاتولیک بزرگ شدند. اون زمان انقدر مذهبی بودن چندان عجیب نبود و کودکان زیادی بودند که با چنین شرایطی بزرگ می شدن. طی سال 1928 عموی روس بر اثر یک تصادف ناگهانی جونش رو از دست داد. یک سال بعد برادر کوچکتر روس هم که فقط 1 سال سن داشت فوت کرد. آرتور در طول 2 سال هم برادرش رو از دست داد هم پسر کوچیکش رو. این قضیه باعث شد که به نوشیدن بی‌رویه الکل روی بیاره و تبدیل به یک مرد خشن، الکلی و بدرفتار بشه. دیگه نمیتونست شغل ثابتی برای خودش دست و پا کنه. هی مجبور بود خانواده‌اش رو از این شهر به اون شهر ببره. سرانجام در سال 1940 از زمانی که روز 14 ساله بود، آرتور به همراه خانواده به شهر لندن نقل مکان میکنن و همونجا هم موندگار میشن. مهاجرت به لندن در دهه 1940 کار معقولی نبود، چون اون سالها لندن منطقه جنگی محسوب میشد، اما خب به مراتب هزینه‌های کمتری داشت. یکی از معروفترین عملیات‌های جنگ جهانی دوم بلیتز نام داره که در طی این عملیات نیروهای هوایی آلمان به مدت 57 شب پی در پی شهر لندن رو مورد بمباران هوایی قرار دادند. این عملیات به طور کلی از 7 سپتامبر 1940 تا 11 می 1941 یعنی 8 ماه و 5 روز طول کشید. حدود 2 میلیون خونه در عملیات بلیتز آسیب دید یا تخریب شد و بیش از 40,000 نفر جونشون را از دست دادن. فکر کنید در چنین شرایط وحشتناکی که مردم حتی شب نمیتونستن از ترس جونشون بخوابن، آرتور خانواده‌اش رو به شهر لندن آورده بود. خلاصه که خانواده هورنبی این شرایط سخت رو از سر گذروندن و تا اینکه در سال 1944 آرتور به عنوان راننده مشغول به کار شد. موقعیت کاریش در کنار حقوق خوب با یک آپارتمان هم همراه بود. به همین دلیل خانواده هورنبی دیگه لازم نبود بابت مکان زندگیشون نگران باشن. روز هیچ وقت نذاشت اضطراب و وحشت از عملیات بلیتز جلوی زندگی آزاد و خوشگذرانی‌هاش رو بگیره. از همون سن 14 سالگی که به لندن اومد، شیفته زندگی شبانه در این شهر بزرگ شد و دوستای زیادی هم از این طریق پیدا کرد. در سال 1944 و وقتی که 17 سال سن داشت، با یه سرباز فرانسوی کانادایی به اسم کلر آندریا مککالوم آشنا شد. همه این مرد رو اندی صدا می‌کردن و آدم محترمی بود. روز پس از مدت کوتاهی بعد از آشنایی با اندی عاشقش شد و یک رابطه احساسی رو با هم آغاز کردند. مدتی بعد روز در سن 17 سالگی باردار شد و اندی بهش پیشنهاد ازدواج داد. زندگی زیباتر از هر وقت دیگری برای روز می‌گذشت. احساس خوشبختی می‌کرد. بچه‌ش رو به دنیا آورد و این زوج صاحب یک فرزند شدند. اسم پسرشون را از روی پدر بچه یعنی اندی گذاشتن. زمانی که اندی کوچولو هنوز 9 ماهش هم نشده بود، روز فهمید شوهری که انقدر دوستش داره و عاشقشه در حقیقت قبلا با یک زن دیگه ازدواج کرده. ظاهرا اندی در کبک یک زن و 3 فرزند داشت و هنوز از همسر قبلیش جدا نشده بود. مک روز و اندی رو
رها کرد و پیش خانواده اولش رفت تا 1 سال برای پسرش پول میفرستاد تا روز از پس مخارج زندگیش بر بیاد. اما در نهایت دیگه سراغ اندی رو نگرفت و از زندگیش محو شد. با خارج شدن مک از زندگی روز، این نوجوان 18 ساله اندی رو پیش برتا و آرتور، یعنی مادر و پدر خودش، فرستاد و سپس دوباره زندگی شبانش و مهمونی‌ها و کلاب‌های لندن رو از پیش گرفت. زندگی به عنوان یک مادر مجرد در لندن پس از جنگ راحت نبود. حتی با اینکه اندی کوچولو پیش برتا زندگی میکرد، روز خوب میدونست باید خرج و مخارج پسرش رو تأمین کنه، باید کار میکرد. اما از طرفی آدمی هم نبود که با شرایط سخت کنار بیاد و با توجه به شرایطش شغل خوبی هم گیرش نمیومد. در لندن پس از جنگ به زنی که خارج از ازدواج بچه داشت یک شغل قابل احترام نمیدادن. از طرف دیگه مدرسه رو هم از سن 14 سالگی رها کرده بود. سابقه و تحصیلات کافی هم نداشت و نمیتونست معلم بشه. پیدا کردن یک شغل که حقوقش بتونه خرج اندی و خودش رو پوشش بده کار چالش برانگیزی بود. روز در این زمان سراغ تک تک آگهی‌های مربوط به مدلینگ، رقصندگی در کلاب‌ها رفت و سرانجام تونست کار پیدا کنه. روز از طریق کلابی که داخلش کار میکرد با مردی به نام موریس کانلی آشنا شد. موریس خودش رو یک تاجر محترم معرفی کرد، اما در حقیقت یکی از بزرگترین خلافکارهای لندن بود. از اون نوع خلافکارها که سعی میکرد کارهاشون رو قانونی پیش ببرن و یه عالمه آشنا بین مقامات شهر داشتن. موریس از روز خواست که کلابی که در حال حاضر توش کار میکنه رو ترک کنه و بیاد در یکی از بارهای بزرگ موریس کانلی شاغل بشه. شرح شغلی روز ساده بود. خوشگل باش، از مهمونا پذیرایی کن، با هر کسی که موریس گفت از جمله خودش رابطه جنسی داشته باش. موریس کانلی به طور واضح به روز گفت که اگه از داشتن رابطه جنسی با مشتری‌ها امتناع کنه اخراج میشه. حقوقش نسبت به شغل فعلی روز خیلی خوب بود، به همین دلیل این زن شغل جدید رو بیچون و چرا قبول کرد. در اواخر دهه 1940 روز از یکی از مشتریهای دائمش در همین کلاب باردار شد. در 3 ماه بارداریش جنین رو به طور غیرقانونی سقط کرد و پس از مدت کوتاهی دوباره سر کار برگشت. پس از جنگ بارها تا قبل از نیمه شب مغازه‌هاشون رو می‌بستن و بعد مشتری‌ها برای ادامه دادن به مهمونی و خوشگذرونی از بار به کلاب‌های شبانه می‌رفتن. با اطمینان میشه گفت محبوب ترین مکان‌های لندن پس از جنگ کلاب‌های شبانه بودن و خب با چنین شرایطی زمان زیادی لازم نبود که کلاب‌ها به تجارت جنسی ربط پیدا کنند. افرادی که مالک این کلاب ها بودند با وعده های افراد دخیل در تجارت جنسی راضی می شدن که تمام کارمنداشون رو مجبور به رابطه جنسی با مشتری ها کنن. یعنی از یه جایی به بعد هر کسی که در کلاب کار میکرد بالاجبار و برای اینکه از محل کارشون اخراج نشن و بتونن پول در بیارن تن به رابطه جنسی با مشتری های کلاب میدادن. پس از چند سال کار کردن در این کلاب ها روز از سبک زندگی که پیش گرفته بود خسته شد و تصمیم گرفت هر طور که شده تبدیل به یک شهروند مناسب بشه. از طریق مشتری‌های پولدار کلاب موریس کانلی با یک مرد 41 ساله به نام جورج جانستون الیس آشنا شد. جورج دندانپزشک بود. از ازدواج سابقش 2 پسر داشت و وقتی روز رو دید عاشق روحیه سرزنده و همچنین زیبایی این زن شد. یکی از مشتری‌های ثابت کلاب محسوب می‌شد و اینم بدونید که علیرغم وجه اجتماعی خوبی که در جامعه داشت، مردی الکلی با رفتاری خشن هم بود. روز 24 ساله در تاریخ 8 نوامبر 1950 با جورج ازدواج کرد و متاسفانه هیچ وقت زندگی خوبی نداشت. جورج مرد به شدت شکاکی بود و همیشه فکر می‌کرد روز داره بهش خیانت می‌کنه، گرچه روز به ازدواجش با این مرد پایبند بود، اما اکثر اوقات بابت خیانت‌هایی که هرگز اتفاق نیفتاده بود کتک می‌خورد. جورج همسرش رو مورد آزار و اذیت فیزیکی و کلامی قرار میداد و هرگز حرفاش رو باور نمی‌کرد. بارها هم پیش اومده بود که روز خونه رو ترک می‌کرد و چند روز از جورج فاصله می‌گرفت، ولی هر بار دوباره پیشش برمیگشت. در سال 1951 روز از جورج صاحب یه دختر شد. اسم بچه رو جورجینا الیس گذاشتن و بلافاصله پس از تولد این نوزاد جورج درخواست طلاق داد. گفت جورجینا دخترش نیست و دیگه نمیخواد به این زندگی مشترک ادامه بده. روز هم وقتی دید چاره‌ای نداره جورجینا رو گرفت و باز هم پیش پدر مادرش برگشت.
کمی بعد تصمیم گرفت دوباره به کار در کلاب‌های شبانه ادامه بده، اما این بار با قدم‌های استوار و محکم‌تر. رنگ موهاش را به بلوند پلاتینی تغییر داد و با نام روس الیس شروع به فعالیت کرد. این رنگ مو هم تبدیل به امضای روس شد. تا قبل از این بخش از پرونده روس اسم رسمی از خودش نداشت، اما حالا با داشتن نام خانوادگی الیس میتونست جایگاه مهمتری نسبت به قبل داشته باشه. باز هم به کار در کلاب‌های شبانه برگشت، اما این بار دیگه هیچ خدمتی ارائه نمیداد، بلکه مدیریت یک کلاب رو بر عهده گرفت. در این زمان روس الیس جوانترین مدیر کلاب در کل شهر لندن بود. بالاخره پس از سالها احساس میکرد که کنترل زندگیش رو به دست گرفته. دیگه نگران خرج و مخارج خودش و بچهش نبود، احتیاجی نداشت بابت پول با کسی وارد رابطه بشه و خلاصه که به نقطه‌ای از زندگی رسیده بود که میتونست با خیال راحت روزهاشو بگذرونه. همه چیز عالی بود، خوب پیش میرفت و روز از زندگی روزمرهش راضی بود تا اینکه دیوید بلیکی وارد زندگی شد. دیوید بلیکی یک مرد جوان پولدار بود که در طول زندگیش هیچ وقت طعم فقر و بیچارگی رو نکشیده بود. از کودکی با هدف تبدیل شدن به یک راننده حرفه‌ای ماشین برای مسابقات تلاش میکرد و زمانی که با روس آشنا شد راننده ماشین‌های مسابقات بود. با یک زن دیگه نامزد کرده بود، اما با دیدن روس به معنای واقعی عاشقش شد و پس از چند هفته به آپارتمان روس نقل مکان کرد. مدت کوتاهی پس از شروع رابطه روس از دیوید بازدار شد، اما جنین رو سخت کرد چون میدونست اندی و جورجینا رو هم نمیتونه نگه داره و اضافه کردن یک بچه به خانواده کار درستی نیست. در مورد رابطه دیوید و روس هم اینو بگم که این دو نفر از دو تا دنیای کاملا متفاوت اومده بودن. روس زن خودساخته‌ای بود که واسه ذره پولی که در می آورد زحمت می‌کشید. از طبقه کارگر اومده بود و همیشه برای آیندهش احساس نگرانی داشت. از طرف دیگه دیوید بلیکی از کودکی از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار بود و هر کسی که میشناختش معتقد بود رابطه با یک زن از طبقه کارگر وجه اجتماعی خوبی برای دیوید نداره. یعنی هیچکس از رابطه این دو نفر خوششون نمیومد. اما دیوید بی توجه به این حرفا از وقت گذروندن با روس لذت میبرد. خوب میدونست خانواده‌اش هیچ وقت روس رو قبول نمیکنن. به همین دلیل قصد معرفی این زن به اعضای خانواده‌اش رو نداشت و فقط دوستای نزدیکش از رابطه دیوید با روس خبر داشتن که همین دوستای نزدیک هم روس رو مورد تمسخر قرار میدادن. رابطه دیوید و روس حول سبک زندگی کلاب‌های شبانه میچرخید. رقص، الکل، مهمونی، رابطه جنسی، یعنی دقیقاً تمام چیزهایی که دیوید در طول زندگیش ازشون منع شده بود و چون خانواده‌اش اجازهشو نمیدادن همش رو با روس تجربه میکرد. خب با این سبک زندگی هم حتی با این که هر دوتاشون عاشق همدیگه بودن با این حال به هم خیانت میکردن. مثلا قبل از دیوید یه مرد 30 ساله به اسم دزموند کاستنر همیشه به کلاب شبانه روس میومد و دلش میخواست باهاش ازدواج کنه. وقتی روس و دیوید وارد رابطه شدن روس با این مرد به دیوید خیانت میکرد. 1 سال بعد از شروع رابطه روس و دیوید همه چیز در هم ریخت و در نهایت کار به خشونت فیزیکی کشید. دیوید تمام پولش رو صرف مسابقات میکرد و اینقدر خرج کرد که ثروتش تموم شد. از روس بابت مسابقات پول نقد میگرفت و در همین موقع بود که رفتار خیلی بدی باهاش نشون میداد. در جمع با هم دعوا میکردن. دیوید جلوی بقیه روس رو کتک میزد، به هم دیگه توهین میکردن و نمیدونیم خشونت رابطهشون چقدر شدید بود، اما هیچ کدوم پا پس نمیکشیدن. با تمام این شرایط رابطه ناسالمشون رو ادامه میدادن. در سال 1954 این دعواها به کلاب روس کشیده شد و در نهایت موریس کانلی روس را از کارش به عنوان مدیر کلاب اخراج کرد. روس هم کارش را از دست داد، هم آپارتمانش رو، و به خاطر کار سابقش با افراد زیادی از طبقه پولدار جامعه دوست بود. میشه گفت تمام دوستاش آدمای ثروتمند بودن و برای اینکه این افراد و دیوید بلیکی رو تحت تاثیر قرار بده یا به عبارت دیگه کاری کنه که این دوست‌ها روس رو جزئی از خودشون بدونن، در اوایل سال 1955 شروع به یاد گرفتن زبان فرانسه کرد. معلم فرانسویش بعدها گفت که آثار کبودی وحشتناکی همیشه روی چشم‌ها، دست‌ها، پاهای روس دیده می‌شد. در این زمان روس کجا بود؟ پس از اخراج شدنش از کلاب، دیوید
هم ترکش میکنه. روز که آپارتمانش رو از دست داده بود و جایی برای موندن نداشت، پیش دزموند کاسنز رفت. یعنی همون مردی که باهاش به دیوید خیانت میکرد. طبق شواهد موجود، دزموند هم رفتار خشونت آمیزی با روز داشت. چرا؟ وقتی معلم فرانسه گفت آثار کبودی روی بدن روز دیده میشد، این زن با دیوید رابطه نداشت، بلکه پیش دزموند زندگی میکرد. با این وجود دلش میخواست باز هم پیش دیوید برگرده و از هر فرصتی برای حرف زدن با دیوید استفاده میکرد. در فوریه 1955 روز خونه دزموند رو ترک کرد و با باقی مونده پولش یک سویت خیلی کوچیک اجاره کرد. امیدوار بود بتونه دوباره پیش دیوید برگرده و رابطه‌شون رو از سر بگیرن، اما چندان موفق نبود. اگرچه هر چند روز یه بار دیوید پیشش برمیگشت، ولی حرفاشون همیشه به مشاجره و خشونت ختم میشد. در همین زمانها روز از دیوید باردار شد و طی یکی از درگیری‌های شدیدی که داشت، دیوید با مشت به شکم روز کوبید. ضربه باعث شد جنین سقط بشه و وضعیت جسمانی روز هم خیلی وخیم شد، در حدی که تا چند روز نمیتونست از رخت خواب بیرون بیاد. دیوید بلیکی 2 دوست نزدیک به نامهای آنتونی و کارول فاینتلر داشت که اصلا از روز خوششون نمیومد. بارها از دیوید خواسته بودن که به رابطش با این زن پایان بده، اما دیوید به حرفشون گوش نمیکرد. در نهایت تصمیم گرفتن هر طور که شده دیوید و روز رو در آخر هفته عید پاک 1955 از هم جدا نگه دارن. حدود ساعت 10 صبح روز جمعه دیوید خونه روز رو ترک کرد تا با آنتونی و کارول ملاقات کنه. قبل از اینکه بره به روز گفت که شب برمیگرده، اما هرگز برنگشت. حقیقت ماجرا این بود که آنتونی و کارول دیوید رو مجبور کردن که پیششون بمونه و برنگرده. ولی روز فکر میکرد دیوید داره آخر هفتهش رو با یه زن دیگه میگذرونه. از سر حسادت خونه رو ترک کرد و پیش دزموند برگشت. اینجا برای اولین بار به دزموند گفت که دیگه از این شرایط خسته شده و میخواد با اسلحه به دیوید شلیک کنه. خشم روز نسبت به دیوید بیشتر و بیشتر شد و در نهایت دزموند با شنیدن حرفای این زن یک هفت‌تیر بهش داد. اسلحه رو پر کرد، به روز یاد داد که چطور ازش استفاده کنه. دزموند بعدها گفت که این یه فرصت عالی برای حذف دیوید از زندگی روز و همچنین تنبیه روز برای نپذیرفتن پیشنهادهای ازدواجش بوده. یعنی فکر کنین یارو خیلی جدی شرایط قتل رو فراهم کرد تا رقیب عشقیش رو بکشه و خود عشقش هم بدبخت بشه چون نمیخواست با دزموند ازدواج کنه. روز به مقصدش جایی که دیوید اونجا بود سوار تاکسی شد و رفت. دقیقاً روبروی خونه آنتونی و کارول ایستاد. دوستای دیوید اون شب میزبان یه مهمون بودن و متوجه شدن که یک سری از مواد غذایی رو به اندازه ندارن. دیوید به همراه یکی از دوستاش داوطلب شد که وسیله ها رو بخرن. دوتایی از خونه اومدن بیرون و با ماشین به یه سوپرمارکت که نزدیک بار ماگدلا بود و یه ایستگاه اتوبوس هم اونجا بود به اونجا نزدیک بودن، رفتن از اونجا خرید کنن. اینا که رفتن بیرون، روز میرسه به اون محل پارتی. وقتی میبینه که اونجا دیوید اونجا حضور نداره، میگه که شانس نیاوردم و خیلی ناراحت برمیگرده به سمت ایستگاه اتوبوس که با اتوبوس برگرده خونش. وقتی که میره ایستگاه اتوبوس، ماشین دیوید دقیقاً اونجا پارک شده بود که پیش سوپرمارکت بود. وقتی ماشین دیوید رو به طور اتفاقی میبینه، یهویی متوجه میشه که دیوید از سوپرمارکت اومد بیرون، دستش پر واسه آبجو هستش، ولی دیوید روز رو ندید. بلافاصله که دیوید رو میبینه شروع میکنه به تیراندازی به سمت دیوید که یکیش به بتون میخوره، یکی به انگشت یک عابر پیاده میخوره و وقتی دیوید صدای شلیکا رو میشنوه آبجو رو میندازه زمین و شروع میکنه به فرار کردن. روز هم دنبالش میدوه و بهش شلیک میکنه. وقتی که شلیک میکنه میخوره به دیوید و دیوید رو صورتش به زمین میفته. همین که رو زمین میفته، روز میره بالا سرش و 2 شلیک میکنه بهش و شروع میکنه اسلحه رو میذاره رو سرش که خودش رو هم بکشه، ولی نمیتونه این کار رو بکنه. یه پلیس که در بار ماگدالا نشسته بود و در حال خوشگذرانی بود، با شنیدن صدای شلیک ها میاد بیرون.
و اسلحه رو از دست روز میگیره. این زن رو به جرم قتل دستگیر میکنه و به بازداشتگاه منتقلش میکنه. در 20 جون 1955 محاکمه روس الیس آغاز میشه. خبر قتلش مثل بمب تو رسانه ها بین مردم میپیچه. چرا؟ چون یه قاتل که زن جوون و خوشگل بوده که اون موقع کمتر کسی از زنان توقع قتل داشت. دوم اینکه قربانی از طبقه مرفه جامعه بوده. و سومی که یکی از عناصر این پرونده قتل بود و مردم عاشق رمانتیک کردن همه چیز هستن. در مقالاتی که روزنامه ها منتشر می کردن نه اشاره‌ای به رابطه ناسالم و کتک ها می شد، نه گذشته قربانی و قاتل و نه حتی جزئیات زندگی هاشون. مقالات رو با این تیتر آغاز می کردن: بلوند خوشگل به دوست پسرش تیراندازی کرد. یک مرد توسط مدل کشته شد. زن بلوند قاتل. در دادگاه وقتی دادستان روس رو مورد بازجویی قرار داد فقط یک سوال ازش پرسید: وقتی بالای سر بدن دیوید بلیکی ایستادی و بهش شلیک کردی قصد چه کاری رو داشتی؟ روس پاسخ داد: معلومه، میخواستم بکشمش. و همین جمله برای محکومیت کافی بود. دفاعیات مربوط به رفتارهای خشونت‌آمیز دیوید نسبت به روس رو به کلی نادیده گرفتن و هیچ تلاشی برای جلوگیری از پخش اخبار غلط در مورد روس نکردن. یعنی حتی وکیل‌های روس هم به جای اینکه بگن این زن مورد آزار و اذیت قرار گرفته، زیر بار این کتک‌ها سقط جنین کرده و الی آخر، در دادگاه شخصیت زنی رو به تصویر کشیدن که دست به یک عمل بیهوده هیستری زنانه زده. هیئت منصفه دادگاه هرگز در مورد سقط جنین، رفتار خشونت‌آمیز دیوید و رابطه ناسالم این دو نفر چیزی متوجه نشدن و حکم دادگاه در حالی صادر شد که افراد دخیل در پرونده از بخش بزرگی از ماجرا حتی خبر هم نداشتند. نه مدافعان و نه دادستان درباره منشأ اسلحه و اینکه این تفنگ از کجا اومده یا چطور به دست روس رسیده تحقیق نکردن. وقتی مطبوعات با دزموند کانسنز درباره اسلحه حرف زدن، این مرد به کلی منکر قضیه شد و در نهایت هیئت منصفه پس از کمتر از نیم ساعت بحث برگشتن و روس الیس رو مجرم اعلام کردند. علیرغم بی‌عدالتی‌هایی که در دادگاه شده بود و هیچکس کاملا از پرونده خبر نداشت، باز هم بسیاری از شهروندان بریتانیا با حکم اعدام موافق نبودند. مردم فکر می‌کردند که سیستم حقوقی الانشون برای دوران مدرن مناسب نیست و اعدام روش بیرحمانه و قدیمی برای مجازاته. افراد ساکن لندن درخواست لغو مجازات اعدام برای روس الیس رو دادند، اما خود روس تمایلی برای فرار از مرگ نداشت. میگفت علاقه‌ای به زنده موندن نداره و فقط میخواد دوباره با دیوید باشه. وزیر کشور هم وقتی دید روس مشکلی با قضیه نداره، دلیلی برای ادامه اعتراضات ندید. حکم اعدام رو در سال 1955 اجرا کرد و نام روس الیس رو با عنوان آخرین زنی که در بریتانیا اعدام شد ثبت کرد. شوهر سابق روز یعنی جورج الیس که پدر جورجینا هم بود، در 2 آگوست 1958 در یک هتل با حلق‌آویز کردن خودکشی کرد. مادر روزبرتا در سال 1969 در اتاقی پر از گاز داخل خونش پیدا شد. مشخص نیست خودکشی کرده یا نه، ولی تونستن نجاتش بدن. برتا هرگز به طور کامل پیدا نکرد و هیچ وقت هم نتونست دوباره حرف بزنه. اندی پسر بزرگ روز که در زمان اعدام مادرش 10 سال سن داشت، در سال 1982 و در سن 38 سالگی سنگ قبر مادرش را از بین برد و سپس خودکشی کرد. پس از مرگ روز، قاضی پروندهش تا سالها برای اندی پول میفرستاد و حواسش به زندگی این بچه بود. دختر روز یعنی جورجینا که در زمان مرگ مادرش 3 ساله بود، تا چند سال بعد پیش پدرش زندگی کرد. با خودکشی جورج در سال 1958 این بچه 6 ساله رو به یتیم خونه سپردن و تا سال 2001 زنده موند. جورجیا الیس در سن 50 سالگی بر اثر سرطان جونش را از دست داد. روس الیس در 13 جولای 1955 و در سن 28 سالگی به دار آویخته شد. جلاد روس بعدها اظهار کرد که هرگز نمیتونه چهره این زن رو پیش از اعدام از یاد ببره. روس الیس کنار طناب دار ایستاده بود و لبخند میزد. خب این
خب این پروندهمون رو هم تموم کردیم. حالا میخوام یه سری چیزا بهتون بگم. جلادی که روس الیس رو اعدام کرد آلبرت پیرپوینت نام داشت که یکی از معروف ترین جلادهای تاریخچه هستش که بیشترین تعداد اعدام بین جلادهای بریتانیایی رو داره که در طول فعالیت 25 سالش به عنوان یه جلاد بین 435 الی 600 نفر رو اعدام کرده. بابا و عموش هم جلاد، شغل خانوادگیشون در واقع حساب میشه. درباره این پرونده فیلم و سریال و تئاترای زیادی ساخته شده، خب ولی نمیدونم کدومشون خوب هستن. پیشنهاد میکنم خودتون برین تو گوگل سرچ کنین. ممنونم که از کانالم حمایت میکنین، ویدیوها رو نگاه میکنین. ممنونم ازتون، کامنت بذارین، خیلی خوشحال میشم.